قبل از آغاز همایش در صحن بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده تکنیکا و واسطه های نجات دهی که هنگام رخ دادن حالت های فوق العاده استفاده برده می شوند نمایش داده شد. به حاضرین حالت کاری چنین تجهیزات را فهمانیده اید به استفاده آنها در وقت سر زدن حادثه های طبیعی و دیگر حالت های فوق العاده معلومات دادند. سپس با اشتراک اعضای کمیسیا اید به حالت‌های فوق‌العاده در شهر ترسونزاده، راهبران واحدهای ساختاری و تشکیلات و اداره‌ها و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی جلسه نوبتی برگزار گردید. مقصد از برگزاری جلسه نوبتی کمیسیای حالت‌های فوق‌العاده پیشگیری سریوقتی آفت‌های طبیعی ارزیابی گردیده تاکید کرده شد که باید مسئولین در هر حالت آمادگی همه‌جانبه دیده همکاری پیوسته را با نهادهای دخلدار به راه مانند. اینچنین جهت پیشگیری آفت‌های طبیعی از جمله آمدن سیل به مسئولین دستور داده شد که کارهای ساحل مستحکم کنی، تازه نمودن شبکه‌های آبرسانی و زهبر و زهکش‌ها را وسعت دهند. ضمناً قید گردید که قوه و واسطه‌های غیر حربی و آن شخصان مسئولی که در کارخانه و تشکیلات‌ها و اداره‌ها فعالیت می‌کنند جهت پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی سطح معلوماتناکی کارمندان و ساکنان را توسط برگزار نمودن واخوری‌ها و جمع آمدهای تعلیمی متدی بلند بردارند. هیئت راهبری کننده تمام زیرنظام‌های حدودی و زینوی نظام یگانه دولتی اید به پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده در شهر ترسونزاده، کمیسیا اید به حالت‌های فوق‌العاده شهر و دیگر کمیسیای اواکاسیون و استوارگردی انشاءات اقتصادی شهر با اعلان بانک جمع‌شوی جمع گردیده در چاره‌بینی مذکور وظیفه‌گذاری برای فعالیت منبعد برای سال 2025 اید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده و دوره تیرما و زمستان‌گذرانی سال 2024-25 وظیفه‌گذاری رئیس کمیسیا و تمام هیئت راهبری کننده پیشنهاد گردید و تمام هیئت راهبری کننده شهر قوا و واسطه‌های شهر عموما تمام تشکیلات و کارخانه‌ها وظیفه‌دار گردند که در سمت پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده و سمت مدافعه گرجدنی باز هم فعالیت را پرزور نموده در حالت آماده باشی دائمی قرار گیرند. همزمان اید به اجرای قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان اید به حالت‌های فوق‌العاده تشکیل و استفاده ذخیره‌های مادی برای رفع حالت‌های فوق‌العاده تشکیل آموزش مدافعه گرجدنی پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده اظهار نظر کرده شده تمام زیرنظام‌های حدود شهر به آمادگی دائمی دعوت شدند. در آخر با چند از نفران برای سهم گذاشتن در بلند برداشتن نظام یگانه اید به رفع حالت‌های فوق‌العاده و حفظ اهالی نظارت مقامات اداره قوا و واسطه‌های مدافعه گرجدنی اینچنین پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده و برطرف‌سازی عاقبت آفت‌های طبیعی در شهر ترسونزاده با سپاسنامه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی و مقامات اجرایی حکومت دولتی قدردانی شدند.